از پس هر مردی توی دنیا برمیام. میخوام همه بیننده ها بدونن من بهترینم. اینها جمله های همیشگی محمد علی بود. میگفت میتواند مثل پروانه پرواز کند و مانند زنبور نیش بزند و همین کار را هم میکرد. وقتی به دنیا آمد نامش کسیس کلی بود. در لویویل ایالت کنتاکی سال 1942 میلادی متولد شد. نخستین بار در المپیک 1960 روم مدال طلا گرفت. 3 سال بعد ضربه چپ هوک هنری کوپر پشتش را با زمین آشنا کرد. اما پیروزی کوپر دوام نداشت و مبارزه را به کلی باخت. در مبارزه بعدی کلی بود و سانی لیستن قهرمان جهان که آوازش بلند بود و معروف بود به شکست ناپذیری. خرسه نتونست جلوی من جنب بخوره، فرستادمش بیمارستان. هیچ کسی نتونسته بود شکستش بده. خیلی کارم درسته. 1 روز بعد گفت مسلمان شده و نسبت به الیجا محمد ابراز وفاداری کرد. چرا اصرار دارین محمد علی صداتون کنن؟ این اسم منه که رهبر و استادم لیجا محمد برام انتخاب کرده. اسم اصلیم اینه. کسیوس کلی اسم بردگی منه و من دیگه برده نیستم. محمد علی به دلایل مذهبی از حضور در جنگ ویتنام سر باز زد. قلمرو او اینک از مشت زنی فراتر رفته بود. مردی که با 2 مسابقهش میتونه 3 فروند بمب افکن بخره چه دلیلی داره که تلاش میکنن بین 30 نفر منو احضار کنن و به خدمت بفرستن؟ عنوانش را از او گرفتند و به 5 سال زندان محکوم شد. حکمی که دادگاه تجدید نظر آن را لغو کرد. اما دیگر به او اجازه مشت زنی ندادند و بیش از 3 سال را خارج از رینگ گذراند. اما زندگی حرفه‌ای او نقطه اوجی پر از رشادت داشت. در زئیر آن زمان در 1974 مقابل رقیبی غولاسا به نام جورج فورمن معروف به قررش جنگل ایستاد. صبر کنید دستم به جورج فورمن برسه. زیادی حرف میزنه، بیریخته، ادا در میاره. قهرمان واقعی منو کوچیک میکنن در حالی که من قهرمانم. به همشون نشون میدم چون قهرمان واقعی منم. هیچ کس مثل من نمیشه. همه شما مردم بریتانیا که میگید من بهترینم، اثبات میکنم که بهترینم. به دنیا اثبات میکنم که بهترینم. این آخرین مبارزه منه. نمیخوام هیچ کدومتون از دست بدین. برای همین حتما بیاید. گوشت خام میخورم، تمرین میکنم و آماده میشم. محمد علی آن مبارزه را هم برد، در حالی که برای خسته کردن طرف مقابل عمدن مشت میخورد. محمد علی پیش بینی کرده بود که زئیر آخرین مبارزه‌اش خواهد بود که اینطور نشد. او 7 سال دیگر هم مبارزه کرد. اون اونقدر زد که خسته شد، از نا افتاده بود. همینجور مش میزد و داشت میافتاد و گفتم مرد حسابی اینجا نباید خسته بشی. بعدها وقتی عوارض ابتدایی بیماری پارکینسون در او کاملا مشهود شده بود، با شجاعت و وقار تمام شعله المپیک را در 1996 روشن کرد. وقتی در مراسم رأیگیری ورزشکار قرن شرکت کرد، رقابتی در کار نبود. رأی او بیشتر از مجموع آرای همه ورزشکاران دیگر بود. در حالی که بدنش رفته رفته تحلیل می‌رفت، شوخ طبعیش همچنان باقی مانده بود. قدیما از رقص پا لذت می بردم. خوشبختانه انگار دوباره خودش اومد. به هر کشور، شهر یا روستایی در جهان که بروید، مردم محمد علی را می شناسند. به قول خودش بهترین بود. سلطان جهانم، خوشگل و خوشتیپم. بابا اونقدر هم خوشگل. کارم درسته. دنیا رو تکون دادم.